توی خرید مکمل منیزیم کدوم یکی رو انتخاب بکنم؟ خیلی‌ها فکر می‌کنن منیزیم فقط برای سلامت استخوانات یا عضلات مهمه، ولی واقعیت اینه که این مکمل بسیار مهم نقش اساسی رو توی بهبود انرژی، تمرکز و سلامت مغز ایفا میکنه. وقتی منیزیم کم باشه زود خسته میشیم، استرسمون بالاتر میره و حتی کارها رو پشت گوش میندازیم یا همون اهمال کاری میکنیم و فکر میکنیم تنبلیم. اما وقتی به اندازه باشه بدنمون انرژی بیشتری داره و مغزمون عملکرد بهتری خواهد داشت. حالا سوال مهم اینه کدوم نوع از منیزیم رو بخریم؟ منیزیم الترونات بهترین گزینه برای مغزه، چون مستقیما روی بهبود حافظه و تمرکز عمل میکنه. اما منیزیم گلیسینات آرامش بخش و ضد اضطرابه، مخصوصا اگر استرس و بیخوابی داری این میتونه یه گزینه خوب باشه. و اما منیزیم سیترات برای انرژی عمومی و خستگی کلی بدن خیلی خوبه. پس انتخاب منیزیم بستگی به نیاز شما داره و اگر تا به حال مصرف نکردی بهتره که با ساشه های پودری شروع بکنی و یا پزشکت مشورت بکنی. واقعیت اینه که برای از بین بردن تنبلی یا اهمال کاری مجموعه از رفتارها به خصوص اصلاح سبک زندگی، تغذیه و افزایش فعالیت‌های بدنی و همینطور درمان بیماری‌های روانی میتونه اثر بخش‌تر باشه.